پسرم کوچیک همتون حامد تبریزی هم قراره با رفقا تشریف برین شما جز رفقا هستین ناراحت نشین. قراره با رفقا ما بریم شمال، بریم اشغال کنیم. شما هم تشریف بیار، شما تشریف اگه شما رفقا قراره ما چند ساعت دیگه راه بیفتیم بریم شمال اشغال کنیم. اومدیم خرید کنیم. بذار سر جاش. پول نداریم، باید بهینه استفاده کنیم. یا نه آقا امیدوارم که این ویدیو رو ببینین و حال دیگه از این ولاگیه که ما میخوایم بخونم. خوابیده بودی؟ ما الان زود بلند شدیم نگاش کنیم. امیدوارم که این ویدیو رو ببینین و لذت ببرید. بریم جلو. یادت باشه اکثر واسه دستور یه بار دیگه نه همون داری چی رو من زدم بگو یه تار شد خب برای صبحونه اینا گرون ریز قیمتشو نگاه کردم اون بردارم برمیدارم بابا صبحونه یه به شیکاکا بردارم صبحونه چرا دور الان یه بلاگ واقعی میگه من غلط بودم شیکاکا بخورم. من صبحونه والله 80% زندگیمو صبحونه نخورم. البته مادرم همیشه اصرار داشت که صبحونه بخش کامل و جامعه یک وعده غذاییه که صبحونه بخور و اینکه من نمیخوردم اشتباه میکردم الانم نمیخورم. صبحونه تو اینا اون بردار جانم آقا انترش آسان چیه؟ چطوری عملی؟ نه اینو بدم اون بسر مونه لواش میون داره لواش میخواد لواش بیون یه دونه از خوشگلی این ویترین اینجا بگیرم میتونی بگی؟ برو قشنگ نیست؟ به نظرم خوش رنگه. برو. خب همونطور که داریم میبینین یه نشون بدین حالا نصفش خالی شده حالا نصفش خالی شده و اینکه آقا مهدی محبت کردن کارتشون در اختیار من قرار دادن. گفتن که حامی افراد مستضعف هستن ایشون، دست بگیر و دست به خیر دارن هستن. گفتن این سفر رو من میخوام کلا خرید کنم. والله هم جدی ببین کارت آقا مهدی. من حالا جلوی چیزو بگیرم این کد مداشو ببینید. آقا مهدی امینی دوری مخفی نیست. بله همین یه بکنم دوری مخفیه. گفتم نه به خدا همین خرید کردیم که کنارندی لذت ببریم و خدا آقا مهدی رو عثمان نگه داره ایشالله که من 50 کیلو از وزنم و مدیون این شخص خدا میتونه من رضا بده. خورکه گفت برای سلامتی خیر بزرگ آقا مهدی صلوات قرائت کنید. میگه با یه بلاگر یه جای نرو خدا بزرگی کنه. حالا حساب میکنم میام آب معدنی هم 2 شل گرفته. گفت حامد ضرر داره واسه تو آب شهری بخوری آب لوله. ما در پناه حق اینم برفی که داریم میبینی برف داره میاد. لالای همه ایرانی اینو میدونن دیگه. اینجا کندوان مرکز آشه، یعنی اینجا آشکده است. همه اینجا یه توقفی دارن واسه خوردن آش. بریم داخل پشت سرم بیاییم. حمید جان خب همونطوری که میبینید معلم مفخور رو همیشه ما داشتیم.
هستن همیشه، یعنی اینکه اصلا نباشن نیست، هست هر چی که مفهوری باشه هست. من همیشه میگفتم یه بیزینسی راه بندازم، متاسفانه من هر جا میرم پشیمون میشم، یعنی اون کاری که میخوام انجام بدم و یعنی میگم نه فعلا زوده. ببین الان من میخوام آشکده یه مغازه بگیرم آش بدم دست مردم. ببین اگه هر میزی 3 نفر باشن، هر کدوم 150 تومن پول بدن، اصلا بیا یکم بیا جلوتر شما چی باید در بیاری؟ تقریبا اولوش 150 میلیون، 2 تا شیف 150 میلیون، نصفش اگر نصفش سود باشه که بیشتره 70 میلیون روزی ماهی میشه 2 میلیارد و باید یه دونه بزنه. همونطور که میدونید من معلمو خیلی دوست دارم، من به خاطر همین دقت کرده باشید میگه چرا جام مرا بشکست لیلی، به خاطر دوست داشتن بیش از اندازه ما همیشه اذیتش میکنیم. الان هم واقعا ما شوخی خاصی نمیخوایم بکنیم. بله بفهم. خب آشمون رو خوردیم عزیزی، ببر آشمون رو خوردیم، خوشمزه بود الحمدلله، سیر شدیم، میزون همه چی تکمیل. مرسی بریم که داشته باشیم. خیلی جالب و جذابی که تو دل کوه اومدیم توی جنگل، اومدیم پرورش ماهیه که قزلالا پرورش میدن و همین بیا بالایش نبگیریم امکان استخ آقا اینجا استخر پرورش ماهیه، ماهیاش هم قزلالاه. خدا رو شکر. بریم بالا ببینیم. یه دونه ماهی میگیرم شما ببینید. یه بار دیگه سوراخ میگیرم به عشق همه فرانسوی‌های مبین اتریش. ای بابا دو تا یه دونه. اینو که میبینی من سید کردم تقدیم میکنم به همه هموطنان عزیزم. مرسی. طبیعت دوره اینا آقای میشه خوردینو؟ چرا؟ بریم آقا علی بگی بنده دهنه علی داره مقاومت میکنه. خب یه دقیقه وایستا. خب سلام بدمو. دیگه چطوریه؟ بگی آقا قراره یه ماهی کبابی همون ماهی کبابی خفن بخوریم جای دوستان کنیم. سلامتی همتون. آقا رفتیم یه سبزی پلو با ماهی خیلی خفن خوردیم که واقعا خدا سرشاهده بی‌نظیر بود. حالا یه چرخ بزن، به چرخ برفو نگاه کن. آقای امینی این لوکیشن فقط مال بهشته به نظر من شخص نوعی. بی‌نظیره. جای کسایی که تو جمع ما میشفن خالیه. جای خالی رو با کلمات مناسب پر کنید.
دلدارمه شمه شمه تارمه یارمه من نمیدونم اسم شب بازی های 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 شمه شمه تارمه یارمه افتخار آقا امینی یه از وسط جنگل باید بریم یا پس باید چیز کنه خیلی بهتره دلدارمه خیلی اوکی بود نه بابا طبیعیش خوبه دیگه آقا همینطوری که ببینید آقا معلم تازه بیدار شد فکر کنم واسش میخواد خواستگار وایسم یه سر و صورتم به هم ریخته است خیلی مخلص نه آقا معلممون کم کم بچه ها دارن بیدار میشن قرار شد امروز زودتر بیدار بشیم حالا صدام یکم ناب سامان چیه؟ ناهنجاره به خاطر اینکه هم صحبت زیاد میکنیم تو این سفر هم داد و بیداد زیاد داریم تو این سفر اونقدری داره خوش میگذره همه که الان تازه خواب بیدار شدن دیگه طبیعیه اگه صدام داره شما رو ناراحت میکنه ببخشید اذیت اگه میشه خیلی طبیعته بکر و بی‌نظیر و بعد درختای نارنج هم اینجا شما مشاهده کنید لطفاً بیرون هم بیرون خب عرض سلام ادب و احترام مجدد خب سلام دادن به نظرم خیلی خوبه ما لوکیشن سوم رو داریم تو این سفر تجربه میکنیم فکر کنم لوکیشن دوم یادمون رفت فیلم بگیریم خیلی جالبه ولی یه صحنه ای صبح خواب بیدار شدم از طبقه دومش گرفتم معذرت میخوام که نتونستم لوکیشن دومو بهتون نشون بدم اونجا هم خیلی خفن بود ولی یه دیگه تیکه‌ای از کلیپو برام داریم استفاده کنیم بیاد دنبالم بیاد خواهی اونجا وایسه یه نمور بگیر من میرم پایین ببین دل جنگل میدونی چیه؟ دل جنگل اینه که چپ تو راست تو هر طرف تو نگاه کنی جنگل باشه آقا مهدی درسته؟ الان دل جنگلیم سلطان آب گرم که میگن سرعین اون کجاست؟ تو سرعینه دیگه پشپاتلان ولی این وسط جنگلی استخ با آب گرم لکسفورد شیطونه میگم این الان جبگیرشم شیرجه بزنم خونه رو بگیر تو رو امام حسین نگاه کن تو چقدر قدیمی و خوشگل و خفنه نظر شما چیه؟ انشالله که خیره تولد زیده آقا مهدی من از شما تشکر میکنم بابت این لوکیشن های خفنی که در اختیار ما آقا مهدی رفیق خوبمون دوست خوبمونه که رامسر دیگه دستشه دیگه فرسن ناین رامسر رو دیگه کل لوکیشن خفن رو در اختیار ما قرار داده آقا معلم نظر باور کن من هیچ وقت فکرشو نمی‌کردم همچین لوکیشن تو ایران باش هستن واقعا خیلی خفن هنوز تو شوکم واقعا خیلی خفن بارون میاد وسط جنگل خیلی باحال آقا مهدی نظر واقعا خوب آقا زحمت کشید آقا مهدی
گوسفند چی بگو بله بره آوردن قربونی کنم واسه ما آره واسه ما قربونی کنم ازشون تشکر میکنم خدا شما رو واسه ما نگه داره زده زمین فدا سرت بیا اصلا خوبم نبود که تو ویدیو باشه هشی بیاریم علی مردی علی علی نباید ببخش آقا بفهم آقا تو بفهم خیلی بالاه کجا باید بریم حالا راه داریم آقا چه خبر؟ آیا فیلم بردار سلامتی خسته شدی؟ آره بوکسوات دارم میکنم ولی نه واقعیت هم اینه که یه چند وقتی که حوازی دارم کار میکنم و نفسم خوبه شما خسته نباشی سلام علیکم خسته نباشی سلام قربون شما برم. سلامتی زیاد نگیر سری یک دو سه سرش زدی اینا می‌خواستم فیلم میگیرم من دیگه به فیلم اوکی دم شما یه از اونجا فیلم نگیر دارن پوستشو میکنن دیگه قربونی زدن زمینو و اینکه سلام آقا مهدی تشبیه اینوری اون برای داره پروژکتور نورش داره میزنه اینجا اینوری بگیر آره آقا مهدی تشبیه نمیاری آقای مهدی از بچه همه بیاید اینوری سالا بیا آقا مهدی محبت کردم آقا مشاهد تشبیه بیاری مرسی شرمنده‌مون کردن آقا مهدی یه چند روزی مهمونشونیم واقعا بزرگی ما این شما واقعا خیلی واقعی اصلا ویدیو رو بیخیال خیلی به ما خوش گذشته تو این چند روزی که اینجا انشالله عمری باقی باشه جبران کنیم خاک بازم بزرگواری دیگه شمالی ها مهمون نوازه ما دیگه لمس کردیم دیگه به عینه به چشم دیدیم که هم مشیان هم سفره‌دارن هم مهمون نوازن انشالله عمری باقی باشه بیاین اونوری بابا کلمبیا بود بعد مادر فرانسوی ما اصلا کلا اونوری اروپا هر موقع اومدیم ما در اینم دیوونه مونه افتخار آقا مهدی دست بزن مرسی عالی آقا یه آلاچیقی گوشه حیاته که گفتم اینم بهتون نشون بدم آقا خیلی مخلصه علی شما بشم عزیز من بفرمایید خوش گذشته تا اینجای سفر خوب بود خوب بود عالی چندیون نیستش آقا تو کشور نداری مرسی آقا یه آلاچیق خوشگل یه دونه بخاری هیزومی کنارش میشینی از گرما میپزی و اینکه شب اینجا بودیم کلی خوش گذشت بهمون حرفای من تموم شد یه بچرخون رو کوه و دجال میگم حتما یه بار بیام تجربه کنم یعنی نصف عمرتون برفناس نیاد همین الان از تو آب در اومدیم ما نشستیم اینجا عشق من هوا رو بگی خیلی خفنه اینو یه نیم دایره برو رو بیرون این کفشم به زور میپوشم سلام خیلی مخلصم اینجا لوکیشن سوم نه اینجا لوکیشن چهارممونه ما اومدیم داخل بازم از اونجایی که فیلم بردار ما حواسش پرته توی اون لحظه ورود نتونستیم فیلم بگیریم و اینکه اینجا لوکیشن چهارم ماست یه ویلای اون آقا پسره اونجا چی میگه نمیدونم یه ویلای خیلی مدرن و شیک و باحال که فقط خواستم عرض سلام و ادب و احترامم و خدمت شما برسونم بگم که خیلی مخلصم و ارادت دارم خدمت شما صبح لوکیشن اینجا رو با داخل رو بهتون نشون بدم داخلش پایینش استخرشه طبقه اول هم کفش یه خواب داره با طبقه بالا 2 خواب یه سالن کوچیک با یه ویو بی‌نظیر جنگل و دریا فردا صبح با هم دیگه باشیم من ویو اینجا رو به شما نشون بدم داخلم نشون بدم خیلی مخلصم دوستتون دارم میبوسمتون
آمده خیلی مخلصم من پولی آقا باز هم این صبحونه میکنیم با تو خیلی براتون بزنیم صبحونه رو بریم صبحونه اصلا میگن صبحونه باید کامل باشه یه بدونه چیه؟ برکوی؟ کمش بگیر توت وحشی هست. آقا ما توی لوکیشن 4 مونیم دیشب بچه ها تو استر بودن همه جای لباسی پرد ما به این سمت لوکیشن دریا رو کلن داریم بفرمایید جلو شما و به سمت مخالف لوکیشن جنگل رو داریم چقدر بی‌نظیره چقدر بی‌نظیره خیلی خفن به نظر خیلی خفن توی لوکیشن 4 هم داریم استارت بزنیم واسه کلیپ زدن بادکنکا داره باز میشه امیدوارم که ویو بالا لذت برده باشین که مطمئنم که لذت بردین بریم استخر پایین رو بهتون نشون بدم که خالی از لطف نیست ببخشید همه جا به انگیخته است شرمنده اینجا یکم خیسه های فیلم برداری رو برده بچه ها اینجا پینگ‌پونگ بازی کردن فوتبال دستی بازی کردن و اینکه اصفایی مورد جلو بیارم جرگوتی استر دیوه برقیه دورتادور استر داریم که نمیشه دست داد یه چرخ بزنی من جلوی دوربین میرم کنار شما باز لذت ببرید آقا داریم از لوکیشن 5مونم میریم درسته؟ درست داریم میریم و بازم ست کردیم خیلی نایراحتی چرا؟ خیلی خوش گذشت آقا خوش گذشت یه هفته سلام شمالی رامسر و اینکه یه رفیق کسی که عیب رفیقشو بگه یکم بیا جلوتر نور خورشید میخوره ببین الان من عیب مهدی رو دیدم اونجا مهدی لباس منو درست کرد جلو رفیقاتون همیشه عیبتون رو ببینن و بهتون بگم و بهتون نخندن خیلی مخلصم چی میگم حرفای انگیزشی میگم خوش گذشت واقعا داریم لوکیشن 5مونم ازش میایم بیرون که بیفتیم تو جاده و بریم چقدر قشنگه منم یه دونه هزینه دارم مدله خیلی مخلصم یه نخل قدیمی باحال اینجاست رو بگیم خیلی خوب بچه هم که تو حیاتن هرچیه برای دوربین چرخید بچه ها کابل رو گردن همه رفتن اون بری خیلی مخلصم اینا آقا مهدی گفتی واسه تابستونه درسته؟ اینا اول واسه الانه درسته؟ آقا مهدی خوابش میاد جواب میاد آب خیلی مخلصم خیلی خوبه درختای زیادی داره گردوی خونی داره اونور پرتقالدان زاددانه خداحافظ آقا مهدی اونقدری خوب رانندگی میکنه اصلا آب تو دلت تکون نمیخوره یه آدم موتور سوار همینه ماشینم به چشم موتور یه جوری ماشاءالله رانندگی میکنن که آدم لذت میبره من اومدم یه نیم ساعت چرت بزنم
الان در خدمت شما هستن دیگه نذاشتم بخوابم درست میگم؟ نیم ساعت شد زن نه دیگه اصلا نشد کلا با ترس خوابیدم خیلی مخلصی برای شما چه خبر؟ تیکه کلام آقا مهدی ها چه خبر؟